همونطور که هممون میدونیم تمرکز و بهره‌وری برای رسیدن به اهداف بسیار ضروریه. اما مشکل اینجاست که بیشتر ما دقیقاً میدونیم چه کاری باید انجام بدیم، ولی خیلی وقتها حواس پرتی این اجازه رو به ما نمیده و باعث میشه کارهای ما به تعویق بیفته. نتیجهش میشه حس کلافگی و آزاردهنده این که با همه تلاشی که دارم میکنم چرا به نتیجه نمیرسم. من اینجام تا با همدیگه 3 تکنیک خیلی سریع، کاربردی و فوق‌العاده راحت رو با همدیگه تمرین بکنیم تا بتونیم قدرت تمرکز و بهره‌وری ذهنمون رو بالا ببریم. تکنیک اول تنفس 1 دقیقه‌ای قبل از شروع کار. باعث میشه ذهنت آروم بشه و تمرکزت بالا بره. قبل از اینکه شروع بکنی برای نوشتن یک ایمیل مهم و یا شروع مطالعه 6 بار نفس عمیق بکش و بیرون بده. این کار باعث میشه ذهنت آروم بگیره. قبل از باز کردن لپتاپت چشمات رو 1 دقیقه ببند و فقط روی دم و بازدمت تمرکز کن. میریم برای تکنیک دوم. 1 کار در 1 زمان. اگر قراره کاری رو انجام بدی همزمان نمیتونی پیامکات رو هم چک بکنی. پس اول 15 دقیقه تایم بذار برای اینکه ایمیل‌های مهمت رو چک بکنی و بعد سراغ پیامکات برو. وقتی در حال نوشتن گزارش هستی نوتیفیکیشن هات رو خاموش کن و فقط همون فایل رو باز نگه دار. و تکنیک آخر توقف کوتاه در بین کارها. هر 50 دقیقه 3 تا 5 دقیقه به ذهنت استراحت بده تا تمرکزش بالا بره. میتونی از پشت میزت بلند شی و 1 لیوان آب بخوری. میتونی با صندلی حتی از میزت فاصله بگیری و چند تا حرکت کششی انجام بدی. میتونی از پشت میزت بلند شی و چند دقیقه به نقطه دور خیره بشی. تمام اینها باعث میشه که ذهن شما از خستگی در بره و بتونه تمرکز بیشتری برای ادامه فعالیت شما داشته باشه. با این تکنیک ها میتونی تمرکز و قدرت ذهنت رو بالا ببری. با من همراه باش و قدم به قدم تمرین ها رو انجام بده. بعد از 1 هفته خودت متوجه میشی که چه پیشرفت قابل توجهی در انجام کارهات و رسیدن به اهدافت خواهی داشت. توی این ویدیوها بهت یاد میدم که در مسیر رشد و توسعه فردی خودت قرار بگیری. کامنت ها با من تعامل داشته باش و بهم بگو که ویدیوهای بعدی رو دوست داری توی چه زمینه‌ای برات آماده بکنم. ممنون که همراه منی.